کسب شما وقت چند نمیدونستید یکی از مسلمان ها به یاردم دادید یکی از یاردم دادید هدیه کردید صدقه کردید سونه وای چه شد یکی از اهل بدعت شد یاش فهمیدید که شما وای از اهل بدعت بدید اگه مالی که دادید هم مثلا گارونده گرید میشد یا نمیشد نه گارونده گرفته نمیشد برای که رسول صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح مسلم انده و صحیح انده اومده که علیه الصلاة والسلام میگوید که العائد من عائد عن هیبته كالكلب يعود في قیئه یعنی همون آدمی که هیبش یعنی هدیه دادگیش گردانده میگیرد و مثل کی است مثل کلب مثل سگی که قیئش به قیئه کردگیش همین خوردگیش پرتوفته با همین چیز برش میگردد یعنی حدیث ابن عباس و این چنین حدیث از حدیث ابن عمر از عمر ابن خطاب اومده این حدیث العائد في هیبته كالكلب يعود في قیئه یعنی همین آدمی که هدیه داده گارونده میگیرد مثل سگی که همین خوردگیش میپرتاد با از رفت دیگه رفته با هم چیزا میخورد اعوذ بالله برای همین انسان یک صدقه کرد یک هدیه کرد خلاص این چیزا دیگه یاد بر نمیبیارد هم بعدی گرفتیم حدیث مسلمان گرفتیم که 7 نفر سبعه یظلهم الله یوم القیامه لا ظل الا ظله ای الا ظل عرشه 7 نفری است که همینوی الله تعالی تگ عرش تگ سایه عرشش رو میگیرد روزی که سایه نمیشه روز قیامت انده یکی از اینها که وای یعنی رجل تصدق بیمینه ولا تعلم یساره یعنی مردی که با دست راست صدقه کرد و دست چپش نمیند خلاص صدقه کردی تا یادت برار خلاص این چیز یعنی خلاص تو کردی اما تو دیگه وای چیز گارونده نمیتونی کن اما حالت بدعت اند دونسته زده وای به یاردم نمیتی برای که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که لعن الله 4 نفر لعنت کرد آدم اینها که لعن الله من آوى محدثا یعنی همینه که همین بدعت کار به یاردم میتید الله وای لعنت کند